بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مراجعت من با برادر عزت امان دخل دارد. من یکی از دامنه‌هایی که شما پس زدید، دامنه‌های تاجیکستان را، عالمان تاجیکستان را، شخصانی که علم و فرهنگ تاجیکستان، اسلام بزرگ ما، مقدس ما در دست آنهاست. ملت ما به جنازه نمانده است، به آیت دعا نمانده است. شما او را پس زدید. من دامنه‌ی مسجد پنج وقته به نام امام ترمذی جماعت امام رازق محله سرچشمه شهر وحدت، سخنان شما مرا وادار ساخت که با شما یک صحبت عمیق برگزار گردانم. شما درباره مهاجرت، شخصانی که در مهاجرت مهنت میکنند، عذاب میکشند، گویا که غمخوار آنها باشه، اما با شما میرسانم که من تا سال 2013 تا اینجانی من حاضر استعفا دادگی نیستم. به زبان روسی گویم اگر президент фонда благотворительного фонда помощи таджикским трудовым мигрантам. من میدانم حال مهاجر چیست، مهاجر کیست و چه حال دارد. همچنین در شهرهای مسکو هم وادارم خبر دارم. در شهر سن پترزبورگ، من مقیمی شهر سن پترزبورگ هستم، زیاده از 20 سال در آنجا مهنت و فعالیت کردم و این دور دستم. شما ما را مردخور و مردشور میگوید، خدای خور میگوید، حالا که در تاجیکستان بخشش کلام خطا کرده، تنظیم گفتن گپ از خدایی نیست. با خواست الله با یاردم مهاجران مهنتی که مهنت حلال میکنن در سال 2006 در شهر سن پترزبورگ، در مرکز شهر سن پترزبورگ که حاضر هم فعالیت دارد، مسجدی پنج وقته و جمعه خانی که زیاده از 8000 مهاجر نماز میگذارد برگزار کرده. این روز شما ما را مردخور میگویید. شما چیکار کردید؟ ممکن که شما من را پرسیدنی باشد که برای چی من خانه و در آبروی مردم را پرتافته در تاجیکستان چیکار میکنم؟ شما گفتید که مهاجر اگر به تاجیکستان برگردد از گرسنگی میموند. و چرا من نمردم؟ هنر داری، زندگی را پیش میبری. من صاحب 7 فرزندم، خانه دارم. به خاطر چی من نرفتم؟ به خاطر مادر پیر که پیر بر جا مانده شده است. من یک کف دعا گیرم. مقایسه نمیخواهم شخصیت یگان کسب وادار شدم، لیکن مقایسه بین ما و شما چیکار کردگی در حق مهاجر؟ شما در شهر مسکو اگر اینقدر نامدار باشید، اینقدر غمخوار مهاجران باشید، پس برای چی تا حاضر من در تاجیکستان، مبلی من در تاجیکستان کسی میدونه زنگ میزنه فلانجا از فلانجا بندگی کرده است، تکه چیکار کنیم، چیکار داکومنت کنیم، چیکار میت روان کنیم؟ پس شما در کجایی؟ من میگم با تکرار میکنم که من حاضر وظیفه دامنه‌ی محلگی رو با ذمه گرفتم. الحمدلله مسجدها آباد، محله ها آباد، فرزندان خدا رو شکر قرآن خوان. التماس از شما من طلب دارم که از دامنه‌هایی که معتبر تاجیکستان برای پس زدن سخنان قبیح گفتگیتان بخشش پرسید و عذر پرسید، برای که این گپی شما با من هم دخل دارد، برای که من هم دامنه‌ی محله ام. اهالی
مرا گوش میکنن، از پس من نماز میخونن، سخنان ما رو گوش میکنن. ما به سواد باشیم. این قدر خاری قرآن ها از کجا برآمده است؟ از دور ایستاده چیزی که نمیدونی گپ میزنی. من باز تکرار میکنم که مقایسه این را خودتان با فکر من، با فهمیش من شما مادری پیر دارید. من راهبری فیرم ساختمانی آب و رویی که در بین مردم داشتم همه‌اش رو پرتافت، خانه و در پرتافته به خاطر یک هفته کمپیر مادر در تاجیکستان. من دروغگو نیستم، من ساختمان در کار میکنم. مهنت هنر هست، نام یافته میخوریم. برای همین ما نمیگیم که شما کیستید و چیستید. ما با شما کاری نداریم. نمیخواهیم آباد کردن، دستت نمیرسد، بخششی کلام خلال نرسد. وطن ما آباد، همه بنیان مسجدها آباد. یگان کس نمیگه جای نماز، یگان کس یگان از گرفتگی نیست. انشاءالله این نمیگیرد. بخششی کلام من خدمت کردم برای محله، برای ملتم، برای وطنم. تا روزی هستم خدمت میکنم. نمیمونم که یگان کس ملت مرا پازند. انشاءالله شهر سنت پترزبورگ رو شما میدونید، یگان کس ملت ما را پس زدگی نیست، نمیتواند زدن. اگر خودی ما پس نزنیم. شما با اینا تهمتچی ها فکرتان را چکورتر کنید. چقدر تیز بخشش پرسید. خداوند شما را توفیق دهد.